از سالها دانشمندان موفق شدند با استفاده از فناوری‌های پیشرفته ژنتیکی توله‌های گرگ وحشت را دوباره به دنیا بیاورند. گرگ‌های وحشت که در سریال معروف بازی تاج و تخت هم دیده شدند، حدود 12000 سال پیش منقرض شده بودند. دانشمندان با بررسی DNA به جا مانده از این گرگ‌ها و مقایسه آن با DNA گرگ‌های خاکستری امروزی توانستند تغییرات ژنتیکی لازم را شناسایی کنند. آنها سپس با استفاده از روش‌های ویرایش ژن این تغییرات را در سلول‌های گرگ خاکستری ایجاد کردند. در نهایت 3 توله گرگ وحشت به دنیا آمدند. 2 توله نر به نام‌های روموس و رومولوس و 1 توله ماده به نام کالیسی. این توله‌ها در حال حاضر در یک محیط امن و تحت مراقبت هستند و دانشمندان امیدوارند که در آینده بتوانند آنها را به طبیعت بازگردانند. این یک اتفاق خیلی هیجان انگیز است و نشان می‌دهد که علم چقدر می‌تواند در حفظ گونه‌های جانوری به ما کمک کند. البته بعضی از دانشمندان هم میگویند که این توله‌ها دقیقاً مثل گرگ‌های وحشت قدیمی نیستند و ترکیبی از ژن‌های آنها با گرگ‌های خاکستری امروزی را دارند. با این حال باز هم یک دستاورد بزرگ علمی محسوب می‌شود.